سلام به همه پدر مادرهای عزیز. من رویا محمد حسینی هستم، میزبان ویدیوکست های پلتفرم فضانورد. امروز قرار راجع به اختلال ADHD صحبت کنیم، چیزی که خیلی از پدر مادرها و قشر ما دغدغش رو دارن. امروز با خانم دکتر پنبه‌ایچی همراه هستیم، متخصص و روانشناس بالینی و خانواده که مدیریت کلینیک خودشون رو هم به عهده دارن. خانم دکتر خیلی خوش اومدین. متشکرم، ممنون از دعوتتون. خوشحالم که خدمت والدین محترم و پلتفرم فضانورد هستم برای دادن آگاهی بابت این دغدغه عزیزانی که مبتلا به این اختلال خودشون هستند یا فرزندان یا خواهر و برادرهایی دارند که مبتلا به این اختلال هستند و هیچ گونه آگاهی برای راه‌های درمان، کنترل و حتی پیشگیری ندارند. متاسفانه. بعد دکتر، این ADHD چی هست؟ اول از همه چرا همه الان امروز فکر میکنن که ADHD دارن؟ چرا هر کسی که یکم احساس میکنه که حالا بیش فعالی داره یا عدم تمرکز داره میتونه این لیبل رو خودش بذاره؟ اول من احساس میکنم که اول باید با مفهومش آشنا بشیم تا حالا بیشتر ADHD در واقع یه اختلال رشدی عصبیه که به صورت ژنتیکی در دوره بارداری اتفاق میفته و در واقع یک جهش ژنتیکیه که در نسل‌های قبلی در دی ان ای این جهش اتفاق نیفتاده، ولی در اسپرم یا تخمک یکی از والدین این جهش صورت میگیره و باعث این شکلگیری اختلال در دوره جنینی برای این نوزاد میشه. و خب وقتی این بچه به دنیا میاد در مرحله اول تا زیر 4-5 سال ما خیلی متوجه این قضیه و این اختلال نمیشیم، ولی از تقریبا 4 سال به بعد این اختلال نشانه‌هاش بروز میکنه و خودش رو نشون میده و والدین به نظر من قبل از اینکه بخوان اقدام به بارداری بکنن واقعا باید در مورد بارداری، در مورد سن بارداری، چون یکی از عواملی که باعث شکلگیری این اختلال میشه سن بالای بارداریه و این جهش در واقع دی ان ای در افرادی که در سن بالا باردار میشن. چه سنی مثلا مثلا سن 35 سال 36 سال به بعد یا 30 سال به بعد رو ما سن بالای بارداری میدونیم. افرادی که در سن 38 39 سالگی اقدام به بارداری دوم میکنن. بهترین سن بارداری برای خانم دهه 20 که 27 28 که بارداری اولیه اتفاق بیفته و بارداری بعدی هم همون سن 31 و 32. وقتی سن بارداری بالا میره، مثلا اولین بچه در سن 38 39 سالگی و متاسفانه خب الان در جامعه ما به علت شرایط اقتصادی، ناامنی اقتصادی و حتی رابطه هایی که خیلی خوب در کش و راه ازدواج قرار میگیره و به هم میخوره، باز تا فرد میاد وارد یه رابطه دیگه میشه، متاسفانه این سن ازدواج بالا رفته. خب مسلما سن بارداری هم بالا میره و مهمتر از همه شاید حتی ازدواج زود هنگام هم داشتن، سن مناسب هم داشتن. متاسفانه به علت عدم امکانات مالی زوجین نمیتونند این شرایط رو دارن و متاسفانه در سن بالا بعد از داشتن یه سری امکانات اولیه اقدام به بارداری میکنن که جهش در واقع دی ان ای باعث شکلگیری این اختلال در جنین. چه جالب، من نمیدونستم که دقیقاً جنینی این شکل میگیره. بله، این یه اختلال رشدی عصبیه که در ساختار مغز به وجود میاد و اصلا مقوله‌ای نیست که ما بخوایم بگیم که این یک عادت، یک رفتار یا اکتسابی فرد. نه به هیچ عنوان چنین چیزی نیست، به دلیل اینکه قسمت اصلی و مرکزی جلوی مغز و قشر مغز رو درگیر میکنه، سیستم لیمبیک رو درگیر میکنه، باعث کاهش حجم در اون مناطق میشه و وقتی که این اتفاق برای جنین میفته، بعد که نوزاد به دنیا میاد و میگم 3-4 ساله میشه، تازه این اختلال زمانی که نیاز به پردازش هیجانی در سیستم لیمبیک داره، اون پاداشدهی باید اتفاق بیفته، یا دیگه سن یادگیری شروع میشه که مادر باید بچه رو در پیش دبستانی ثبت نام کنه، بنشونه، یه سری تکالیف رو بچه کار کنه، میبینه بچه تمرکز نداره، کلافه است، ناآرام، بیقراره، گوش به حرف نمیده، مدام من یه اصطلاح جالبی رو گذاشتم مثل گنجشکک اشیمشیه. این بچه مدام در حال نشستن پا شدنه، آروم و قرار نداره. بله، یک کلافگی، یک ناآرامی و بیقراری علائم اولیه‌ای هست که مادران با شکایت بسیار زیاد به کلینیک میان و میگن بچه‌مون ناآرومه، معلم از دستش ناراحت
ناراضیه و میگه مثلا بچه شما رو نمیتونم سر کلاس نگه دارم، نظم کلاس رو به هم میزنه، تکالیف رو انجام نمیده. یه سری نشانه ها در یه سری از بچه‌ها هست مثل خرابکاری. یه سری از بچه‌هایی که دچار این شرایط هستن، این اختلال رو دارن، بچه‌هایی هستن که هر چیزی رو خراب میکنن. یعنی اسباب بازی براشون والدین میخرن، این اسباب بازی یک روز به دست اینها دوام نمیاره و بعد که میارن میگن همه چیز رو خراب میکنه، هیچ چیزی رو نمیتونه سالم نگه داره و یه دین رو کنجکاوی میذارن. نه، این اصلا اسمش کنجکاوی نیست. بعد شما علاوه حرفاتون گفته بودین از چه سنی دقیقاً شکل میگیره؟ از 4-5 سالگی خودش رو به صورت میگم نشانه هایی که بچه آروم و قرار نداره. میگم والدین با این شکایت به کلینیک میان که این بچه مدام از روی این مبل و اون مبل خونه کسی میره، وسیله ها رو خراب میکنه، آروم و قرار نداره، من خجالت زده هستم هر جایی که مهمانی دعوت میشم یا نمیبرمش، اگر میبرمش مجبورم دیر برم که زود هم بلند شم به خاطر اینکه خیلی منو اذیت میکنه، گوش به حرف نمیده، خواهر برادر کوچکترش رو میزنه یا خیلی با من پرخاشگره. یه سری علائم از اون سن شروع میکنه خودش رو میگم در هر بچه‌ای با یه سری نشانه. ولی خب به هر حال این علائم انقدر نامتعارف و غیر معمول هستن که پدر مادر بله کاملا. یه عده از والدین به خاطر آگاهی کمی که دارن فکر میکنن بچه شیطونه و متاسفانه دست به تنبیه بدنی میزنن، دست به یه سری تنبیهاتی که حالا که اینطوری شد من دیگه دوست ندارم. یعنی میان در واقع عشق با قید و شرط رو به بچه میدن که اگه این کارو میکنی حالا که اینجوری شد من دیگه دوست ندارم و این باعث شکلگیری طرحواره طرد و رها شدگی که من این شکلگیری طرحواره ها رو حتما در یه جلسه دیگه برای والدین کامل توضیح میدم و بسیار میتونه در آینده این کودک آسیب زننده باشه. پس بهترین راه اینه که ما اول از هم بدونیم که این آرزه ژنتیکیه، ربطی به دوره بارداری، خورد و خوراک مادر خیلی خیلی درصد بسیار پایینیه. اگر این مقوله نباشه مسلما این اختلال رشدی عصبی در قشر مرکزی مغز و دستگاه لیمبیک شکل نخواهد گرفت. کدامین مواد غذایی میتونه روی این مقوله تاثیرگذار باشه؟ یه مقداری اگر بخوایم تأمل کنیم به واقعیت هیچ کدوم. چرا؟ داروها میتونه بسیار مؤثر باشه. خب در دوره بارداری تمامی متخصصین زنان در واقع والدی که باردار هست و از این مسئله آگاه میکنه. طبق نظر حتی اگه اداره بهداشت هم یه مادری باید بره، تمام اینها زیر نظر اداره بهداشت و متخصص مورد سنجش قرار میگیره، آزمایش ها، سونوگرافی ها. ولی یه مقدار من فکر میکنم که به دلیل میگم عدم آگاهی والدین فکر میکنن که به خاطر یه سری خوردن مواد غذایی این آرزه ایجاد میشه در دوران بارداری که این در واقع یعنی فراتر از اون چیزیه که ما فکر می‌کنیم. این یک جهش در دی ان ای خدمتتون هم گفتم قبلا شکل گرفته، حالا هر چقدر مراقبت بکنیم بازم تأثیری نداره. این به صورت ژنتیک در افراد شکل میگیره، ولی در زمانی که این اختلال دیگه شکل میگیره عوامل محیطی میتونه این ژن رو بارزترش کنه، میتونه عوامل تغذیه زمانی که دیگه این بچه این اختلال درش رویت شده میتونه اختلال رو تشدید کنه. بعد خانم دکتر الان خیلی از افراد پدر مادرها سعی میان لیبل ADHD رو بچه‌شون میذارن. درسته شما این سری علائم گفتین، میخوام یک بارزه مشخص‌تری رو اشاره کنیم بهش که بگه که مشخص بکنه این کودک حالا یک این فرد ADHD نداره، صرفا شاید بچه شیطونیه، صرفا مثلا دوست داره هی بپر بکنه، هیجان داشته باشه یا تمرکز نداره. خب ببینم یعنی ویژگی مشخص‌تری وجود داره که الان حالا چون بینندگانم دارن میبینن براشون برای همیشه مشخص بشه که خب این کودک من شیطونه یا نه واقعا ADHD داره و من باید پیگیری بکنم. خب ببینید اولین مسئله رو که من اینجا واقعا از والدین عزیز خواهش میکنم نه خودشون لیبل رو بزنن، نه اجازه بدن که خاله، عمه، دایی، مادر بزرگ چنین چیزی رو بگن، به دلیل اینکه شاید دقیقاً حرف شما درسته، شاید این بچه فقط سطح انرژی بیشتری داره و نیاز داره. خب الان تمام بچه‌ها توی آپارتمان زندگی میکنن و مکانی برای هیجان هاشون به نسبت سنشون و خواسته هاشون واقعا وجود نداره. اگر یه بچه‌ای خب
داره تو خونه در واقع جست و خیز میکنه، ما بیایم این لیبل رو بهش بزنیم خیلی کار اشتباهیه. من از والدین خواهش میکنم اولین مقوله‌ای رو که باید حتما مورد نظر خودشون قرار بدن مراجعه کردن به متخصصه. چرا؟ چون وقتی شما تشریف میارید به کلینیک ما تمامی عوامل رو میسنجیم، یعنی به هیچ عنوان ما غیر علمی فقط بر اساس گرفتن نشانه ها که این بچه داره رو مبل میپره نمیشینه مشقش رو بنویسه یا نقاشی های پیش دبستانیش رو انجام بده یا یه سری گفتمان مربی، ما به اینها اکتفا نمی‌کنیم. یکی از کارهایی که ما تشخیص دقیقی رو برای این مقوله داریم در کلینیک دستگاهی به نام QEEG هستش یا اصطلاحاً نقشه رنگی مغز. این QEEG خیلی کار روتین و خیلی کار راحتی هستش و بسیار علمی و بسیار حساس به سیستم و امواج مغزی و کارکرد نرون. به صورت یک کلاه روی سر گذاشته میشه، بچه روی یک صندلی بسیار راحت میشینه و در واقع اون تیکت هایی که میاد اون در واقع امواج رو میگیره توسط یه ژل. ما به راحتی میتونیم امواج رو بگیریم، دستگاه تفسیر میکنه و کامل نقشه مغزی رو به صورت رنگی به ما و وقتی ما این رو نگاه میکنیم میزان در واقع درگیری مشکل مغز رو ما به صورت علمی مشخص میکنیم، نه به صورت برچسب. حتی من به عنوان یک دکتر اجازه این که به صورت لفظی شما این مادر علائم رو بررسی بکنم من چنین اجازه ای رو ندارم. ما سیستم تشخیص داریم و این دستگاه تشخیص به ما کمک میکنه که بگیم خب این فرزند ما این نشانه ها رو داره، اما بر اساس گرفتن یک الگوی علمی که میاد کاملا مشخص میکنه کدامین منطقه مغز درگیری حتی بیشتری داره، این رو کاملا ما میتونیم علمی تشخیص گذاری کنیم و لیبل زنی اتفاق نیفته. آره دیگه درسته، یعنی در واقع اول بعد اون تشخیص علمی باشه و بعد علائم بررسی بشه. حالا من به عنوان در واقع پدر یا مادر متوجه شدم، یعنی به کلینیک شما مراجعه کردم، اون تشخیص اولیه صورت گرفت، علائم هم شما بررسی کردیم و متوجه شدیم که مثلا فرزند من ADHD داره. حالا بعد چی کار بکنم؟ وقتی که ما این تشخیص رو میدیم در واقع نقشه مغزی یا QEEG رو بررسی میکنیم و مناطق درگیر مغز رو با میزان در واقع اون نمرات منفی و مثبتی که خب به ما میده و میزان درگیری یعنی بیش از اندازه فعالیت یا کاهش فعالیت رو داره به ما نشون میده، اونجاست که ما در واقع پروتکل درمانی رو برنامه‌ریزی میکنیم. پروتکل درمانی رو متاسفانه در جامعه ما یه مقداری بر اساس صرفاً دارو بست، در صورت اینکه این مقوله بسیار کار اشتباهیه. دارو صرفاً علائم رو کاهش میده و یه سری داروهای محرک و یه سری داروهای غیر محرک رو روانپزشک‌ها برای عزیزانی که ADHD دارن خب تجویز میکنن. اینجا من دوست دارم صداقت داشته باشم و به والدین عزیز بگم خواهش میکنم به عنوان فردی که 10 تا 11 سال سابقه کاری دارم، من به عنوان دوست شما، به عنوان خواهرتون ازتون این خواهش رو دارم. داروها عوارض جبران ناپذیری داره. درسته شما علائم فرزندت رو خیلی سریع کاهش میده، شما بچه رو آروم میبینی، سر تکالیفش میبینی، اما من خواهش میکنم از استفاده به تنهایی از دارو نه تنها درمان نیست بلکه فقط عاملی برای کاهش یا خاموشی فعلی متاسفانه این اختلال. ولی به محضی که این داروها کاهش پیدا کنه و قطع بشه، بعد از یه مدت این اختلال خودش رو میاره بالا و مجددا نشون میده. حالا ممکنه اون بچه تو سن بلوغ باشه که ADHD در سن بلوغ بسیار بسیار آزاردهنده برای هم خود فرد هم برای والدین. خود سن بلوغ به اندازه کافی هیچ اتفاقی هم نمیفته آزاردهنده. بله، به خاطر اینکه شرایط تغییرات هورمونی خودش مشکل ساز هست و اگر این مقوله بخواد با اختلال ADHD هم همراه بشه برای والدین و حتی خود فرد بسیار بسیار عارضه ایجاد میکنه و میگم اذیت کننده. حتما باید پروتکل درمانی پروتکل در واقع مولتی فاکتوریال باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یه بچه‌ای رو ببینیم که به هیچ عنوان دیگه نمیشینه،
به هیچ عنوان تکالیف رو انجام نمیده. یعنی عملکرد اجتماعی این بچه مختل شده، ما اونجا از دارو حتما کمک خواهیم گرفت. چرا؟ چون این بچه باید کاهش علائم داشته باشه، ما بتونیم بقیه پروتکل درمانی رو روش به اجرا در بیاریم. بله. و اینجا در واقع میایم چیکار میکنیم؟ پروتکلی که من توی کلینیک برای بچهای ADHD استفاده کردم و خدا رو شکر 80% جواب داده. من تمام پرونده های مراجعین ADHD رو دارم و تمام والدینی که میان پرونده ها رو میذارم جلوشون، میگم حتی شماره والدین هست و شما به صورت آزاد میتونید تماس بگیرید با این والدین، صحبت کنید، ببینید از کی فرزندشون آوردن تو کلینیک، چطور درمان شده، الان وضعیتش چطوره، چه بازخوردی از درمان ما گرفتن. درمان هم روان درمانیه. ما میایم از در واقع درمان CBT پیشرفته که فرآیندهای شناختی و ذهنی بچه رو شروع میکنیم روش کار کردن استفاده میکنیم، که این میتونه با بازی درمانی باشه، میتونه با بازی‌های با لگو، پازل، شن و نقاشی، کتابخوانی اگر بچه در حدی باشه که ما بتونیم کتابخوانی رو اجرا کنیم. این کارها در اتاق در واقع درمان روان درمانی بچه‌ها انجام میشه. عامل بعدی در واقع نوروتراپیه. نوروتراپی یکی از بهترین نوع درمان اختلالات ژنتیکی محسوب میشه. حتی افرادی که OCD وسواس دارن، یکی از بهترین درمان ها برای اونها نوروتراپیه. چه کار میکنه؟ ببینید ما سیستم نورون ها در واقع بخشی از الکترودهای مغزی ما هستن، یعنی اینها با رد و بدن ایون های مثبت و منفی به عملکرد خودشون در واقع ادامه میدن. حالا افرادی که ADHD دارن در یک سری از مناطق مغز کاهش و در یک سری از مناطق مغز بیش فعالی رو دارن. حالا ما میایم از دستگاهی به نام TDCS و RTMS استفاده میکنیم. RTMS برای بزرگسالان استفاده میشه، TDCS هم بزرگسالان و هم کودکان. خیلی از همکاران محترم نوروفیدبک رو کار میکنن. اینجا باز من باید یه چیزی رو خدمت والدین عزیز توضیح بدم. بله، نوروفیدبک یکی از درمانهای ADHD معرفی شد، اما 60 تا 70 جلسه درمانی طولانی، بسیار طولانی، بازخورده بسیار کم و خسته کننده هم برای والدین، پرهزینه برای والدین و چون برای کودک پاسخگویی نداره، یعنی این پاسخگویی خیلی دیر اتفاق میفته، بازخورده درمانی خیلی دیر داره در واقع صورت میگیره، باعث یک ناامیدی و دلزدگی در والدین و رها کردن درمان در وسط کار. روش درمانی مورد نظر این پیشنهاد من TDCS رو بسیار پیشنهاد میدم. همونطورم که گفتم پرونده های بچه هایی که یا بزرگسالانی که ما درمان کردیم داخل کلینیک هست، ما اینا رو به صورت خیلی صادقانه تحت اختیار بیماران جدید قرار میدیم، امکان تماس براشون ایجاد میکنیم که با بیماران قبلی صحبت کنن. چرا؟ چون اعتماد در درمان حرف است. وقتی ما در کلینیکی به در واقع پرسنل و مدیریت در واقع کلینیک اعتماد داشته باشیم و بپذیریم که بله من این اختلال و این مشکل رو دارم، اما با توجه به شرایطی که در اینجا و پروتکل های درمانی که در این کلینیک وجود داره، من امکان بهبودی و درمان رو دارم. پس اینجا اعتماد، حس امنیت و پذیرش خودش 50% درمان رو ایجاد میکنه. بله دقیقاً همین حس امنیت واقعا خیلی مهمه تو اتاق درمان. دکتر من یه سوالی همیشه ذهنمو درگیر کرده و اینم اینه که من اگه مثلا به عنوان شخصی که ADHD دارم، اختلال ADHD رو دارم، در آینده یعنی مثلا اگه بزرگتر بشم، حالا الان که مثلا اگه حالا کودک باشم، بزرگتر که شدم میتونم توی یک سن خاص به صورت کامل درمان بشم، یعنی میخوام ببینم که این اختلال ژنتیکی قابل درمان هست به صورت 100%. اگر از دوره کودکی ما درمان رو شروع کنیم میتونیم این اختلال رو درمان کنیم. چرا؟ چون دستگاه TDCS میاد با در واقع دادن الکترودهای بسیار ضعیف به مغز. ما یه قسمتی از در واقع مغز رو میایم طبق سیستمی که از کیویجی دریافت میکنیم که این در کلینیک کاملا شفاف توضیح داده میشه برای در واقع بیماران، میایم کاتود و آنود میکنیم. این کاتود و آنود کردن، کاتود مناطقی رو که فعالیت بیشتری رو نورون ها دارن انجام میدن و ما نیاز به اون میزان بالای فعالیت نداریم رو کاتود میکنیم و مناطقی که در واقع کاهش فعالیت رو دارن آنود میکنیم. این الکترودهای خیلی ضعیفی که داره به نورون ها روی پوسته سر توسط چسلیت ها داده
داده میشه اصطلاحاً نرون رو شروع به تربیت میکنه و اون رو وادار میکنه که بلند شو، شروع به فعالیت کنه. و دقیقاً در قسمم به زبان البته خیلی ساده توضیحش میدم، از لحاظ علمی شاید خب خیلی از همکاران این در واقع ویدیو رو تماشا کنن، صحبت‌های من رو بشنون. من مجبورم به زبان صحبت کنم که والدین عزیز متوجه توضیحات من بشن. بله، و منطقه‌ای که فعالیت بیشتری داره رو ما کاتود میکنیم، یعنی در واقع میایم با دادن الکترودهای منفی سعی میکنیم اون منطقه رو آرامش کنیم و این باعث میشه که شما بعد از حداقل 5-6 جلسه کاملا این روال درمان، آرام شدن، توجه و تمرکز داشتن رو در خودتون ببینید. ولی من خواهش میکنم از والدین وقتی به اتاق درمان میان و بهبودی رو در وسط درمان میبینن یادشون باشه این اختلال ژنتیکی و ما نیاز به قرص بودن در اتاق درمان داریم، یعنی ادامه بدن از وسط درمان. چون بهبودی ایجاد شد یه دفعه قطع نکنن که متاسفانه برمیگردن به نقطه 0 و تمام هزینه هایی که تا به اینجا کردن رو ما باید از اول مجددا پروتکل های درمانی رو ببندیم. چه زمانی بعد قطع بکنن؟ اصلا قابل قطع کردن هست؟ بله ما قطعش میکنیم بعد از اینکه جلسات درمان به میزان شدت این اختلال ما پروتکل درمانی رو میچینیم و بعد از اینکه پروتکل رو اعلام کردیم، جلسات رو اعلام کردیم که این میزان جلسه رو شما نیاز برای درمان داری، بعدش ما درمان رو یهویی قطع نمی‌کنیم. جلسات درمان میره برای جلوگیری از عود، دوره تثبیت و دوره تثبیت مریض ما حتما هفته 1 دفعه، بعد 2 هفته 1 دفعه، بعد 3 هفته 1 دفعه، بعد ماهی 1 بار تا مدت‌ها در کلینیک ما ویزیت میشه. چون اگر که ما میگم ADHD رو بخوایم به حال خودش رها بکنیم ممکنه برگشت داشته باشه، پس ما باید همچنان هی شارژ کنیم، بعد شارژ کنیم درمان رو و این رو میگم ما با درصد بسیار بالایی از رضایت از افرادی که ما این اختلال رو داشتن با این پروتکل درمانی براشون پیش رفتیم و موفقیت آمیز بود. دکتر اگه در کودکی اختلال ADHD کاملا درمان نشه و پدر مادر اقدامی نکنه، عواقب و حالا تاثیراتی که توی بزرگسالی برای کودک داره چیه؟ ببین وقتی که این در واقع اختلال برای کودک درمان نشه، اولین چیزهایی که اتفاق میفته تو مدرسه طرد شدگی، یعنی از لحاظ روحی روانی بچه طرد میشه. چرا؟ چون مورد شماتت و سرزنش اولیای مدرسه، مادر دوستانش، چون همکلاسی‌هاشون رو ناخواسته اذیت میکنه و این در واقع شیطنت هایی که میکنه رو بچه‌ها میرن به مادرها انتقال میدن و این حتی از دایره دوستهاش طرد میشه. این بدترین اتفاقی که برای یک کودک به خاطر مبتلا بودن به این اختلال به صورت ناخودآگاه از لحاظ روانی تو مدارس میفته. یکیش میشه در واقع انزوای اجتماعی. بله، انزوای اجتماعی و این بچه به این علت دست به هر کاری میزنه که بتونه خودش رو مورد قبول دیگران، که این بسیار میتونه خطرناک باشه. عامل بعدی در سن بلوغ ADHD وقتی وجود داشته باشه در پسرها یه سری خطرات و در دخترها یه سری خطرات رو ایجاد میکنه. در پسرها گرایش پیدا کردن به در واقع گشتن و با دوست رو سیگار کشیدن و یه سری عادت‌های نامتعارف غیر اخلاقی. بله، در واقع میره به سمت اینکه میگم به دلیل اینکه میخواد مورد توجه قرار بگیره، روش‌های مختلف و اینکه اون کلافگی و اون استرابش رو میخواد کاهش بده. بچه‌هایی که ADHD هستن یکی از مقوله هایی که دارند استرابه. اونها استراب خودشون رو باید به این کلافگی رو باید به یه شرایطی از خودشون دور نگه دارن و میان دست به یک سری در واقع خودآرام بخش های منفی میزنن که میتونه این میگم رفاقت با افرادی باشه که هنجارهای اجتماعی رو زیر سوال میبرن. خیلی از والدین میان بچه ما تو نوجوانی داره سیگار میکشه، ما متوجه شدیم مشروب استفاده میکنه و یه سری اتفاقات این چنین سنین کم. بعد که نگاه میکنیم QEG رو ازشون میگیریم، در واقع نشانه ها و علائم رو بررسی میکنیم، دوره کودکیشون رو متوجه میشیم که این بچه ADHD بوده و
الان با سن در واقع بحران بلوغ مخلوط شده و داره این آرزوها رو میده. در بزرگسالی متاسفانه باعث میشه که فرد نتونه هدف گذاری کنه، برنامه ریزی و مدیریت رو از دست میده، مقوله به نام زمان تعریف نداره، مدام دچار اهمال کاری میشن، مدام برنامه ریزی میکنن، میشینن میگن ما میخوایم این کار انجام بدیم، توانایی انجام رو نداره. به دلیل اینکه مغزشون به محضی که یه برنامه رو راجع به یک مقوله و یه هدف میریزه 2 مرتبه جهش پیدا میکنه به یک شرایط دیگه و در واقع اینجا همون مثال گنجشک اشیمشی، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون. به هیچ عنوان در دانشگاه نمیتونن ثبات داشته باشن در روابطشون. به هر حال یک فرد وقتی وارد دوره بزرگسالی میشه، وارد روابط پارتنری و جنس مخالف میشه که یه امر خوب خیلی طبیعیه. در روابطش نمیتونه ثبات هیجانی داشته باشه، چون بچه‌هایی که ADHD دارن در بزرگسالی بی‌ثباتی هیجانی بسیار زیادی در رابطه دارن. الان حالش خوبه، با تو میگه، میخنده، بعد یه عاملی میاد اذیتش میکنه، سطح اضطرابش رو میبره بالا، ناآرومش میکنه، کلافش میکنه، درش اضطراب ایجاد میکنه و اونجا با یه سری علائم دیگه نشون میده. حالا در پسرها به یک گونه‌ای، در دخترها با یک شرایط دیگه‌ای. پس یک درمان، یعنی در واقع درمان نشدن در کودکی، اینکه جدی نگیریم این علائم رو، باعث میشه که خب اون کودک، اون فرد تا آخر عمرش در رنج و درد در واقع زندگی و حتی زمانی که انتقال هم بده به بله انتقال میده. و خیلی جالبه بدونید که هیچ وقت اینها از هیچ چیزی راضی نیستن، حالشون با هیچ چیزی خوب نیست. حالا شما تصور کنید یک مثلا خانم 24-5 ساله‌ای که باید یه شرایط تعریف شده‌ای برای درسش، برای رشته کاریش داشته باشه و نداره. شما تصور کنید از لحاظ روحی چقدر خود این فرد آزرده است، چقدر احساس ناآرامی داره، چقدر احساس شکست میکنه، احتمال چقدر خودش رو بسیار در بزرگسالی یکی از عواملی که ADHD ایجاد میکنه افسردگیه. فردی که اضطراب بالا داره، افسردگی زیر مجموعش خواهد شد. بله دقیقاً. متاسفانه. خانم دکتر، به عنوان حالا سخن پایانی، چون حالا تایم زیادی نداریم، هر صحبتی، هر حالا به عنوان کسی که تو این جایگاه قرار دارین و خب با مراجعه کننده‌های زیادی برخورد کردین، چه صحبتی دارین، چه راهکاری دارین برای پدر مادرها و هر فردی که داره این ویدیو رو می‌بینه؟ واقعا از والدین عزیز، از دوستان خوبم این خواهش رو دارم که بنابر عرضه و تقاضای جامعه اطلاعات و آگاهی هاشون رو بالا ببرن و متوجه باشن که بچه‌های ما در شرایطی الان در جامعه دارن بزرگ میشن. تکنولوژی و تربیت یک در واقع سرعت خیلی خیلی بالا رو در کنار هم دیگه دارن و تکنولوژی داره یه سرعت خیلی زیاد پیشرفت میکنه و ما به علت اون عدم آگاهی و شرایطی که در جامعه ایران حکم فرماه ما عقب افتادیم از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ آگاهی. من خواهش میکنم که هر خانواده‌ای برای خودش یک روانشناس خانواده داشته باشه و این تصور این که من بلدم، من خودم روانشناسم رو خواهش میکنم از خودتون دور نگه دارید. به دلیل اینکه وقتی وارد این حوزه و این علم میشید متوجه میشید که مغز پیچیده ترین عضو بدن و ما نمیتونیم بسنده کنیم بله به تجربه خودمون یا اصطلاحاً به تجربه خواهر، برادر یا والدینمون و دوستانمون و قبل از والد شدن مسئولیت سنگین والد شدن رو بپذیریم. اون هم با ایجاد آگاهی بالا راجع به این که من اگر قرار مادر یا پدر بشم چیزهایی رو باید بدانم که نمیدانم. نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردین آخر صحبتتون. واقعا مسئولیت خطیر و مهمیه. من به عنوان یک شخصی که دارم مدیریت زندگی خودم به عهده دارم، در نهایت به قول شما یه جاهایی ممکنه که خوب نتونم اون رو مدیریت بکنم، چه بسا که یک زندگی یک فرد دیگه هم اضافه میشه و خب من این تصمیم رو گرفتم که اضافه بکنم به این دنیا. پس خیلی مسئولیت بزرگ و خطیره و چون یه چرخ هست. بله تنها راهش هم به قول شما فقط آگاهی است. یعنی آگاهی کمک میکنه که ما بتونیم حداقل ایفای نقش درستی داشته باشیم. امیدوارم که همه عزیزانی که پدر و مادر هستن یا تصمیم دارن که پدر و مادر بشن بتونیم بهشون با این آگاهی دادنه بتونیم کمکشون کنیم که بهترین شرایط رو در کنار بچه‌هاشون رقم بزنن و در آینده حس خوبی نسبت به والدین
بروردگری خودشون داشته باشن. قطعا با کمک شما. خیلی ممنون خانم ممنونم. دکتر، خواهش مرسی که می‌کنم. از تخصص و دانشتون اینجا استفاده کردیم. ما خواهش خیلی می‌کنم. لذت بردیم و مرسی از همراهی شما. اگه نکته و تجربه‌ای دارین در مورد اختلال ADHD حتما برامون بنویسید. ان در اپیزود بعدی بیشتر راجعش می‌پردازیم. بازم ممنونم. خدا خواهش می‌کنم. نگهدار. خدا نگهدار. مرسی.